آیه‌ای توی قرآن نیومده که پوشش سر رو خطا قرار بده. اگر آمده باشه در نگاه شما فرقی میگذاره؟ اگر اومده باشه مستقیما که شما باید روی سر تو به عنوان یک زن بپوشونی، ممکنه تاثیر 100% که در قرآن به صراحت نوشته شده که شما باید حجابتون رو رعایت بکنید. اما چگونه شد که این حجاب وارد اسلام شد؟ زنان پیغمبر میرفتن خارج از منزل، در چاله‌ای خودشون رو تخلیه میکردن. توجه کنید، در چاله‌ای، یعنی دستشویی نداشتن در خونه. و زمانی میشه که عمر یکی از این زنان رو میبینه و میگه که من تو رو دیدم، و میره پیش محمد میگه چرا زنانت رو میذاری همینطوری باز برن بیرون؟ چون لباسی نداشتن، اینا هیچی نداشتن، یه پارچه مینداختن رو خودشون، این میشد کلا لباسشون. و در اونجا میشه که آیه به محمد نازل میشه که شما خودتون رو بپوشونید. حالا دلیلش چی بوده؟ دلیلش اینه که مسلمانان دیگه مزاحم زنان نشن، زنان مسلمان. یعنی یک شکافی بین زنان دوباره ایجاد کرد، زنان کنیز و زنان مسلمان، که در این باره امام معصوم و مظلوم آقای صادق میفرمایند که اگر کنیزی حجابش رو رعایت کرد هنگام نماز خوندن بزنیدش. توجه کنید، اگر حجاب داشت بزنیدش. و بقیه‌اش هم من به عهده شما میذارم. این ویدیو رو هم برای زنانی بفرستید که میگن این اسلامی که جمهوری اسلامی داره اجرا میکنه اسلام واقعی نیست.